امروز برگشتیم تا دوباره ساحل رو به آتیش بکشیم. توی ویدیوی امروز از ارزون ترین تا گرون ترین تفنگای آبپاش دنیا رو خریدیم. از کوچیکترین و ساده ترین تا بزرگترین و پیچیده ترین، و قرار قدرتشون رو تست کنیم، باهاشون آتیش خاموش کنیم و با هم مسابقه بدیم. پس حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بذارید روی آل تا هر موقع ویدیو جدید میذارم یوتیوب بهتون خبر بده تا اولین نفری باشید که میاد ویدیو. سلام فرستارمی، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. خیلی خوب، تا تابستون تموم نشده بیایید تفنگا بهتون نشون بدم. این ارزون ترین و اولی تفنگمونه. الان تو این تفنگ جا شده. بله، تو کارتونش همینجوری اومده رسیده به دستم که این توشه. یه گلاک صورتی قد گوزه که چقدر کوچولوه. هیچی هم تو کارتونش نیست، یعنی همین جوری نگاه تو اینا برام فرستادن و جنس بدنش هم خوبه، قابل قبول. برای 100 تومن الان دلار 105 تومن. الان که داریم البته ویدیو رو میسازیم، من اینو با دلار ارزونتر خریدم ولی بازم خوبه دیگه. 100 تومن هیچی بهت نمیدن. الان به توی سوپرمارکتی یه ساندویچ بخری 200,000 تومن. این 100 تومنه. چه جوری یارو از چین یارو ساخته، بعد تو بازار چین عرضه کرده، بعد اون یه ایرانی رفته اون یارو خرید، بعد اون ایرانی گوشه تو کشتی تو کانتینر بچه تا ایران آورده، بعد از اینجا تو مغازه پخش کردن، بعد تو مغازه که فروشنده سود کرده شده 100 تومن. 100 تومن. فکر می‌کنم از اینجا آب پر میشه و مخزنش هم همین دسته یکه اینجاست. بریم ببینیم چه جوریه. از اونجایی که تو کشور مشکل کم‌آبی داریم، من اومدم کنار بزرگترین سطل آب رایگان دنیا و هر که از آبش این تفنگا رو پر بکنیم. اولین تفنگمون اینجاست. اینو اینجوری می‌کنیم این تو، اون که حباباش تموم شد، یعنی خشابش الان پر شده و اینو میزنیم و آماده شلیک. من یه دیواره شنی اول می‌خواستم قلعه شنی درست کنم، دیدم چه کاریه، ما که قراره خرابش کنیم. تپه خیلی گنده‌تر و سفت‌تر درست کردیم که قدرت تفنگا رو اول با این تست کنیم و بعد بریم باهاشون آتیش خاموش کنیم. این الان قدرتش همینقدر. همین؟ آره. هیچ انگار ازش در نمیاد. این ماشره که تو میکشی توف میکنه. این برد 3 سانتیمتر حاجی. فقط مشکلش اینه که انگشتت بعد از چند تا شلیک باید بره استراحت، چون از باشگاه انگار برگشته. میدونی چی میگم؟ اصلا فکر کنم تو دوربین نمیفته آبش. خیلی مسخره است. برای تست آتیش نشانیمون باید یه لاستیکو آتیش بزنیم و سعی بکنیم با تفنگامون خاموشش کنیم. الان این تینره من میزنم، با این کم کم خودش آتیشش بیشتر میشه. واقعا انتظار بیجاییه، یعنی بخوای با این حتی اینو یه ذره آتیششو کم جونم بکنی به نظر من انتظار بیجاییه، چون اصلا هیچ کاری داره نمیکنه. آخه چیکار میتونه با این؟ الان تو کل آب مخزن اینو اینجوری رو این بریزی باز لاستیک میسوزه. بابا 100,000 تومنه، 100,000 تومن. ببین تفنگایی که اینجا داریم هر بار 2 برابر میشه قیمت. یعنی این الان 200,000 تومن قیمتشه که تفنگ این مخزن. او این مخزن آبش یه بطری پلاستیکی نوشابه و آبه اینجوری. عجب طراحی خفنی حاجی. ماشش کار نمیکنه. ببین این شیلنگه رو باید بزنم به اینجوری، بعد یه دونه از این بطریای نوشابه رو باید نوشابهش خورده باشید توش آب باشه، اینجوری میذارید، بعد اینو اینجوری الان قشنگ وصله بهش. بریم تستش کنیم ببینیم این چیه. نسبت به تفنگ اولمون، این تفنگمون خب خودش مخزن آبی نداشت، یعنی اگر شما یه نوشابه نخری نمیتونی آب بازی کنی. اینجوری آبو باید تلمبه بزنی که چقدر پرفشار میده بیرون. فشارش بستگی به خودت داره. من الان بی فشار بدم جیش میکنه، نگاه کن. ولی پرفشار بدم یهو اینجوری. ولی قدرتش چی؟ قدرتش اینجوریه که تو باد عملا شما هیچیه و یه ذره که کار میکنی، چون این شلنگش اینوری میشه، خب میتونی به سمت پایین تو نمیتونی آب بزنی، چون از نصفه که رد میشه دوباره باید توش آب بریزم. اینجوری. خب خوبه. یه بار دیگه بذار ببینم که یه خورده داره شنا رو قلقلک میده، میدونی؟ آره، مگه اینکه خیلی بیایم جلو اینجوری بخوایم بزنیم که نمیدونم بشه باشه آتیش خاموش کردی یا نه. برای تست خاموش کردن لاستیک من یه فکری دارم. ببین این چون لاستیکمون پایینه، این شیلنگشو در میاریم، اینو همینجوری خالی خالی میذاریم اینجا. کار میکنه؟ آره دیگه، چون به سمت پایین میگیری دیگه شلنگ عملا نیاز نداره. نگاه میبینی؟ چه باحال. حاجی میتونه خاموش کنه. حاجی خاموش شد. پشما.
یس! قیمت تفنگ بعدیمون یه ذره بیشتر از 2 برابر تفنگ قبلیه. این 500,000 تومنه که اینه. یه گلاک بزرگتر. تفنگ قبلیمون اینه. همون گلاک باباشه که اینجاست و این خیلی فرق میکنه به خاطر اینکه این مکانیزمش دستی بود. باید اینجوری هر بار یه پس میزدی، ولی این با باتری کار میکنه و کلی چیز بیشتر داره. 2 مدل خشاب داره برای خودش. اگه این پر آب بشه کامل اینجوری البته اگر درست باشه و قدرتش به اندازه کافی باشه یه دونه خشاب کوچیک‌تر هم داره که اینم میتونید براش استفاده کنید. چه کیفیت خفنی داره. باتریش نمیدونم کجاشه. من الان اینو چجوری باید بزنم به شارژ؟ اینه. اینجوری باید با یه سیمی چیزی میزدیم شارژش میکردیم. نمیدونم. بذار شارژش کنم بعد بریم تستش کنیم. و الان که باتریشو شارژ کردم یه صدای اینجوری داره. میشنوی؟ آره. الان باتریشو از اینجا گذاشتم توش و هنوز با شلیک نکردیم. نمیدونم چه اینو نگه داره لحظه. بذار من خشاباشو پر کنم. خشابش از این ته باز میشه، بزرگم همینطور. از اینجا میدیم تو آب. یه دونه رو میذاریم تو جیبمون. اون یکی رو میذاریم توی تفنگ. الان فکر میکنم دیگه بتونه آبو بکشه و بریم ببینیم مثلا قدرتش چقدره. پرتابش که خیلی نیست. در حد قیمت خودشه. ببین در حد یه شیشه شور براتون آبو پرت میکنه. با اینکه این خیلی از اون قبلی‌ها بهتره، ولی حتی وقتی جاهایی که باریک‌ترم شلیک میکنم خیلی به شنمون آسیب نمیزنه. این خشابش رو عوض کنم. میخوام که این جیبم هم خیس کرد البته. آب پس شد بچه‌ها. فکر نمی‌کنم بتونه آتیش خاصی هم خاموش کنه. یعنی در همین حد که مثلا من تو رو خیس کنم و اینا. ببین بهترین کاربردی که غیر از بازی کردن میتونید از این استفاده بکنید اینه که گلاتون رو باهاش آب بدید. هیچ وقت اگر یه جای آتیش گرفت سعی نکنید با این خاموشش کنید. این اصلا کمک نمیکنه. ببینید چقدر ضعیفه. ببین خاموش میکنه ها، دوباره شعله میکشه آتیش. نگاه کن ببین به دود میفته بعد دوباره شروع میکنه. یعنی زورش میرسه تا یه جایی، میتونه آتیش رو ضعیف کنه، ولی دوباره آتیش چون این لاستیک هم اینجوریه که خیلی عوضیه، خاموش میشه یهو دوباره گر میگیره. تفنگ بعدیمون یکم عجیبه. یعنی نمیدونم چه جوری بهتون بگم چیه. اصلا نمیدونم چرا اینجا هست، ولی خب چون کاتگوری دیگه‌ای براش پیدا نکردم تصمیم گرفتم تو این ویدیو بیارم. این شما و این تفنگ دستمال توالت پرت کن. چی؟ لانچر کاغذ توالت پیپر. این دستمال توالت خیس پرت میکنه. شما آبو از اینجا وارد میکنی، یه دونه رول دستمال توالت میذاری اینجا، بعد دستمال توالت خیس بهتون پرت میکنه. این چند بود؟ این 2 میلیون تومنه. خیلی عجیبه. اولین بار تو تیک تاک دیدم، باورم نمیشد تو ایران هست و اصلا نمیدونم این چجوری باید این کجاشه. فکر کنم نقشه داره. باید اسمبلش کنیم. آره خوبه نقشه داره. بذار من ببینم که first this is to the in and now this is the اینجا اینجوری and now this is a barrel. برلش رو باید اینجوری کنیم. حالا باید اینو اینجوری باز کنیم، بعد رول دستمال کاغذی رو بذاریم اینجا و اینو این شکلی بکنیم اینجا، اینو نگهش داره، بعد اینو باید لولش کنیم، بعد از اینجا این شکلی بدیم تو، بعد گلنگدن چطوری؟ یه ذره دیگه لولش کنم، بعد اینو بذارم اینجا، گلنگدن رو بکشم که این شکلی. باید آبم بهش بزنم. خب این خوش کار نمیکنه. این آبو اینجوری میذاریم اینجا. حالا که گلنگدن رو بکشی داره میکشدش تو. داره میکشه. آره نگاه. 2-3 بار میکشی تا یه رول کامل بشه. حالا گیر کرد که نزد؟ نه بزن. گیر کرد حاجی. این اینجوری نمیزنی که. فکر کنم زیادی دستمال کشیده بود تو. الان چی؟ دیدم یه تپله. اینها این خیس نیست اصلا. آب میرسه به زابینه. این توش گیر کرده بود. دیدی؟ اصلا چیزی که تو تیک تاک دیدم نیست. ولی خب 1 2 3 این بود. این بعدی که باید پرتاب نداره نه؟ الان یه دونه نوکش گیر کرده. نگاه چی زد پاچید رو سینه هات. خیس هم هست این یکی. میبینی؟ چه باحاله. الان وقتشه بزن. پاچید یه بار دیگه.
یه ذره از خود بیخود شدم، ولی اینا رو دیوار پاک میشه دیگه ان شاء الله. آره دوستش دارم. ببینید 1 2 3 یه چیزایی میاد ولی تیکه پاره. ما بلد نیستیم یا کلا همین پشتش که دیگه چیزی ننوشته، هر چی نوشته بود من عمل کردم. شاید باید وایسیم خیس بخوره دستمون کاغذی توی این، چون احساس میکنم اون زرت اینو اینجوری میکشیم خوب تفمانی نمیشه. الان مثلا نگاه کن. آره قشنگ توف انداخت حاجی، ولی خیلی چندشه. میاد این بیخ گیر. بیا حاجی ریخ رو دوربین. ریخ رو دوربین. غلط کردم. ببین تفنگایی که تا الان بهتون نشون دادم یه جورایی همشون دستگرمی بود. یعنی اگر قرار باشه ما لیگ برتر تفنگای آپاچو برگزار بکنیم، تازه از اینجای کار شروع میشه که این تفنگ 4 میلیون تومان قیمت داره و کم کم به اون دو تا غول مرحله آخرم میرسیم. اما این یه P90 که خیلی خفنه. فقط باید ببینم از کجا باز میشه. از جا اینجوری. حاجی چقدر باحاله. من عاشق P90م. چقدر باحال رنگه. کلا استایل P90 میدونی دوست دارم. خیلی باحاله. خیلی خوش کوالیتیه. اصلا کوالیتی رو تو نگاه میکنی باهات حرف میزنه. یاد فورتنایت افتادم. چقدر باحاله. یه خیلی خوشگلی داره که من البته رنگ قرمزش رو بیشتر دوست دارم احساس میکنم، ولی این رنگش هم خیلی تابستونی و باحاله. کلا استایل P90 کلا یه جوریه که آدم دوست داره بره تستا رو باهاش بزنه. لاتو پارک. ولی این چیزای دیگه هم داره. مثلا این یه سایلنسره که اینجا وصل میشه. این فکر میکنم تبدیل آب بازم. این مخزن داخلی داره. چه باحال. باتریشه. روی بسته‌بندیش آره اینم میشه بهش بطری آب وصل کرد. یعنی اگر مخزنشون براتون کوچیک باشه اینجا صدا میپیچه توش. اگر مخزنی که اینجا داره براتون کوچیکه میتونید همین تبدیل رو اینجا ببندید، بعد یه دونه از اون بطری‌های آبو بیارید برعکس روش ببندید که بیشتر آب بگیرید. ولی خب همینقدر به نظرم اوکیه. خیلی باحال. باتری هم داره. این باتریشه که از باتری اون جلاکه بزرگتره. بذار ببینم از کجا. چه باحاله حاجی. همینجوری نمیتونی باتری بزنی چون اینا ضد آبه. باید ببندیش که آب نخوره به باتری، باتریش خراب شه. این پشتشو با یه دونه پیشگوشتی که گذاشتن این تو باید حاجی قشنگ ضد آب میشه این کارو کنی. آره دیگه. یعنی اصلا نگران نباشی که اگر یه نفر با تفنگش بهت آب زد تفنگت خراب شه. اینو اینجوری میذاری اینجا و اینم میذاری و درش هم در نهایت میبندی با پیچ گوشتی. الان آماده است. چه صدایی؟ مطمئنم 10-15 متر حداقل پرتاب داره. حاجی چقدر سری شلیک میشه. 8 تا 10 متر فقط پرتاب مفیدشه. یعنی راحت یارو رو میزنی. کم 15 متر اینجوری قوشدار بزنی. اینم شارژر باتریشه. بریم تستش کنیم تو واقعیت چیکار میکنه. برای پر کردن مخزن این تفنگمون باید از مخزن اون تفنگمون کمک بگیریم چون نمیتونم بکنمش توی سطح. ببینیم اصلا این چقدر پرتاب داره. خیلی بهتر شد. خیلی. ولی حاجی به 30 قیمتش نمیخوره. جدیه بخوای مثلا پرتابشو در نظر بگیری به 30 نمیاد. حاجی قرار بود 10-15 متر پرتاب داشته باشه، این داره 5 متر بیشتر نمیره. آره این تهش همون 8 متری که رو جعبش نوشته بود دیدید. بیشتر نیست. زور خاصی هم نداره. اصلا یه چیزی ساختیم لگدم فکر کنم بزنم هیچیش نشه. نگاه کن داره ازش چکه میکنه. از اینجاش داره آب میزنه. داداش چی شد؟ خب دوستان این تفنگمون نیم بار مصرف بود. یعنی یک بار هم نتونستیم ازش استفاده کنیم. همون چرا اینجوری شد؟ چرا داره آب میچکه ازش؟ از اینجا شلیک نمیکنه. نکنه آبش کمه ها؟ اصلا نباید از دستش آب همه جام خیس شد که. ببین امیدوارم حداقل بتونه تا جایی که آتیشو یه ذره خاموش میکنه کار کنه، چون خیلی هنوز هیچ کاری باهاش نکردیم خراب شد. آها زود باش حاجی، خیلی قوی تر از قبلیه. ببین از کلته بهتره، ولی میگم مشکلش اینه یه ذره آبش کم میشه دوباره از دسته شروع میکنه ریختن. بذار من اینو تا خرخره پر کنم. بریم خاموش شو. حاجی خیلی پول داده بودم برای برو خدا. خاموش شو. وای حاجی خاموش نمیشه. خاموش شد. اینا نمیتونن کامل آتیشو خاموش کنن. از اونجایی که بر اساس قیمت داریم پیش میریم مجبورم که اول اینو براتون آنباکس کنم. هنوز سراغ این نمیریم. این با توجه به تفنگ قبلی الان 8 میلیون تومان قیمتشه و خیلیه.
خیلی گرونه. اون میدونی چنده دیگه الان؟ چنده؟ 2 برابر اینه نه؟ بله. 16 میلیون تومنه. خیلی گرونه. این شکلی نیستا، این شکلیه. یه ماشینگان خیلی ماشینگان میگن؟ مینیگان. مینیگان. تو جی تی ای سن آندرس اینجوری دستت میگرفتی. آفرین. من بیکار میشدم اونو دستم این مخزن آبش. تو جی تی ای بیکار میشدم یه دونه اینا دستم میگرفتم پلیس چیکار میکرد. کلی حاجی اکسسوری و حاجی طراحی ضد گوله داره، اینجوری بند میخوره میبندی جلوت. آره این چیزه. نه آره دیگه. نه این کوله پشتی نیست. چقدر دنبل دستک عینک داره. این یه دونه، این 2 تا دلوله در واقع. چه خفن. اینم باتریشه. این دیگه تو کارتونش چیزی نیست، خود تفنگه. واه کوالیتیش حاجی، کوالیتیش نگم براتون. دارم کیف میکنم حاجی، چشام جلا پیدا کرد. خیلی جنس خفنی داره. بعد خیلی استقرس به نظر میاد. ببین الان این لوله رو ببینی، این اینجوری این شکلی رفت توش. اشمام یکی دیگه اینا. برگم چه باحال. من فکر میگم خیلی کوچیک‌تره، چون بعد فکر میگم برای بچه‌هاست دیگه، یعنی سایزتن فکر نمی‌کردم اینقدر بزرگ باشه. این دستش رو ببین اینجا پیچ داره حاجی. پیچ هم داره حاجی، خیلی خفنه. اینجوری میره اینجا. این یکی هم همونطوری از این ور و این دسته تفنگتونه. این ماششه، این گریپ و ماشش اینجا. حاجی چقدر خفنه این. خیلی باحاله. چقدر جزئیات داره و چه بزرگه. حاجی کف کردم. باتریش میخوره زیره. اینجا سوکت باتریشو بعد از اینجا اینطوری اینجوری. خب این الان مخزنشه این. ببین این همه آب میریزی این تو. ببین اونجا آب میخوره، اینجا فرو میره تو تفنگ. اینو میذاری به اینجا، اینوری برعکس. اینجوری آب باید بیاد، بعد این از اینجا میره تو. حاجی چه پیشرفته است. تفنگ آب پاشای زمان ما میدونی چه شکلی بود که ما یه سرنگ گاوی میخریدیم از داروخونه. بعد اینجوری میکشیدیم، بعد میزدیم آب میپاشید و خیلی هم درد داشت. یعنی رفیقم که میزد از این بود کورشم. ولی به هر حال بچهای الان با اینا بازی میکنن دیگه. ببین اینجا، ببین اینو تکون میخوره. چه مکانیزمی داره. خیلی خفنه. آبو اینجوری با قدرت میزد. آره این خیلی فکر کنم پرتاب داره. چقدر پرتاب داره این؟ 15 متر. 15 متر پرتاب مفیدشه این. واقعا 8 میلیون تومان میارزید به نظر. البته بذار بزنم شارژ بریم بیرون ببینیم بیرون چطوریه. خشاب این مینیگانمون یه ذره دنگ و فنگ داره. تو اینو نگه دار. اینو بگیر. لحظه شیلنگش کش نیاد. من باید مخزنش رو از این بالا باز کنم تا با این آب بدیم تو. حاجی قشنگ الان 1.5 لیتر آب ریختی تو خشابش. پر نشد. چقدر جا داره. تقریبا پره. انگشتم هنوز به آب نمیخوره ولی خب سنگین شده. درشو میبندیم. خب من بندای اینم آماده کردم. از اینجا باید کول کنم. بذار من. خیلی خوب. اوکیه. این شیلنگش اگر یه ذره بلندتر بود بهتر بود. خیلی جالبه. این ماشش ضامن داره. نگاه کن اینو می‌بینی؟ خب الان اگر اینجا باشه من هر چقدر اینو بزنم این شلیک نمی‌کنه. جدی؟ ولی وقتی ضامنشو باز کنم دلول شد. اولش یه لول بود دیدی؟ چه باحال. ببین از اینجا پرتاب میکنه نه از نوک این لولش. میفهمی چی میگم؟ یعنی وقتی شلیکو میزنی از یعنی این لوله جنبه تزیینی داره. ببین الان این آره ببینی؟ ولی چقدر باحاله. خیلی بردش بیشتره. این لااقل 10 متر رو راحت پرت میکنه. تازه اینجا باده. نگاه کن. ببینی؟ خیلی خفنه. دلوله. همین که دلوله خیلی خفنه. من اینجوری بذار ببینم اونو چیکارش میتونیم بکنیم. حاجی چه تخریبی داره. حاجی این قشنگ داره سوراخش میکنه. میبینی؟ حاجی پشمام. خیلی خفنه. خیلی خفنه و مخزنش هم خیلی بیشتر آب داره. پرتابش هم خیلی بیشتره. زورش هم بیشتره. حاجی دیواره شنیمون کامل سوراخ شد. یعنی اصلا انتظار نداشتم این دلولمون از اون یلولا بهتر عمل کنه ولی خیلی خفنه. قشنگ داره خرابش میکنه. خیلی حال میده. هم استایل دست گرفتنش خیلی خفنه، هم کوالیتیش، همین که دلوله، همین که اینجا اینا میچرخه. ببین یعنی انتظار دارم این کاری کنه لاستیک به تفنگ بعدی نرسه. یعنی همینجا کارو جمع کنیم. آماده ای؟ برو بریم. بریم. اوه
حاجی با دولول چقدر راحت‌تره. ببین خیلی بهتره. همینه. آره چه خفنه. خاموش شد. اینقدر مخزنش آب داره تو 10 تا لاستیک دیگه هم بیاری من میتونم همه رو همینجوری خاموش کنم. نکن. حاجی کلا خاموش شد. اصلا سیمای لاستیک زد بیرون. سیماشو ببین. بچه‌ها نگاه کن. خیلی خفنه. آیتم اصلی یه جوری کمرمو شکوند. این تفنگیش خیلی سنگین و خیلی بزرگه و نکته جالبش اینه که شیائومیه. یعنی چی شیائومی؟ تفنگ آبپاش شیائومی همه چی میسازه. از ماشین بگیر، جارو برقی، گوشی، کوف، زهرمار، تفنگ آبپاش. تفنگ آبپاش شیائومی 15 فاکینگ میلیون تومان. خیلی گرون بود. همه چی رو چینی نوشته. ببین اصلا برای بازار غیر چین نساختن انگار اینو. میخوای بازش نکن چون اینو بازش کنم دیگه نمیتونیم پس بدیم. امیدوارم به غیر از آب چیزای دیگه هم بپاشه وگرنه انقدر نمیارزیده. آجی پکیج رو نگاه. یه خورده هم انگلیسی ننوشته. یه خورده نه همش چینی. اون تمام در دیوارش چینی. اینو میگن چت جی پی تی. آجی مثبت 13 سال چی پرت میکنی مگه؟ این فکر کنم گرونترین تفنگ آبپاچ دنیا، چون دیگه از این گرونتر من ندیدم تو اینترنت. خفن‌ترین تفنگ آبپاچ دنیا رو که میخوان نشون بدن اینو میارن و برای اولین بار در ایران یه احمقی مثل من. چقدر سنگینه، خیلی سنگینه. خیلی خفنه حاجی. اینو من میتونم بعدا اینجوری بذارم رو دیوار. اینجوری دیدی شاتگان واقعی میذارن رو دیوار؟ آره من میتونم اینو اینجوری بذارم. یا علی خیلی خفن و سنگینه. اینجاشو ببین. این چه مانیتوره. مانیتور داره برای اینکه بفهمی چقدر توش آبه و چقدر آب مونده و قرار با چه قدرتی شلیکش کنه. اینجاهاش همه LED ده. بذار روشن میشه. این داداش بخش شما توضیح ندادید این از کجا روشن میشه. اینجا دکمه پاورش زیرشه. اوه دیدی چی شد؟ LED شدی؟ اینجا هم روشن شد. نوشته آب توش نیست. حاجی این میدونی چجوری پر میشه؟ چجوری؟ اینو باید کلهشو بکنی تو ظرف آب. اینجوری میکنی تو دریا. بعد از اینجا آبو اینجوری خودش هورت میکشه تو مخزنش که پر شد. تمام. بعد اینجا نشون میده چقدر آب داری. اینجوری این خیلی دوست دارم ببینم چه جوری شلیک میکنه. سویچ مودم داره. الان این ببین یه دونه ای میزنه اینجوری کنی سه تا فکر کنم. اینجا هم شارژ میشه. اینا فکر کنم با شارژر معمولی میتونیم شارژش کنیم این یکی. خدا رو شکر فقط یه سیم شارژر معمولی فقط توشه که به پاور بانک تو هم میتونیم. یعنی اصلا میتونیم با شارژر تو شارژر نداره دیگه. ولی به هر حال خیلی خفنه. یعنی الان من هر چقدر این ماشه رو بزنم هیچ اتفاقی نمیفته چون هوشمنده. خودش میدونه توش آب هست یا نه. مثل اون نیست اینجوری الیدیاش روشن میشه. بعد هر چقدر که فکر کنم آب داشته باشه اینجا نشون میده. بعد که اصلا بذار بریم ببینیم چیکار میشه کرد باش. خب ببین من راستیتش اصلا نمیدونم اینو اصلا باید چجوری پرش کرد. فقط توی ویدیوهایی که ازش دیدم میدونم که از این جلو پر میشه. همونطور که گفتم یه جا داره برای خارج کردن آب، یه جا داره که آب ازش هورت میکشه. میبینی اینجاش آره. یه حالت دریچه مانند داره که آشغالم واردش نشه. به هر حال این دکمه رو میزنیم و تفنگمون روشن شد. الان روشن شد. دو تا سوراخ اینجا داره که چون چینی نوشته نمیدونم برای چیه. ولی میگم همونطوری که تو ویدیوها دیدم اینو باید کلهشو بکنی تو. بعد اینو یه کاری کنی هورت بکشه. ماشه‌شو بگیر. ماشه‌شو گرفتم. فکر کنم ماشه رو به جلو پشمام چی شد؟ ماشش دو تا حالت داره. یعنی یه دونه به عقب فشار میدی که شلیک میکنه، یه دونه به جلو فشار میدی که پرش میکنه. ولی از اون سوراخ‌ها داشت آب میچکید. از این سوراخ‌ها به هر حال آب میاد. نمیدونم چرا. آها ببین الان مخزنش کامل پر آب. ایول. حالا این برای هواگیری خود تفنگه. تا اونجایی که من فکر میکنم باید صبر کنی این انجام بشه. اضافه اون آب است. حالا آماده شلیکه. بریم. برو بریم. 3 2 اوجی چه پرتابی داره. نگاه 3 2 خیلی خفنه. میبینی؟ شات کنه آجی. چه خفنه. تک شات میزنه. بعد مودشو اینجا عوض کنی 3 تا میزنه. از روی یه دونه ای
حاجی از اینجا تا اونجا رو راحت میزنه. بذار یه بار آبشو پر کنم. یه بار دیگه حاجی عجب چیزیه. شبیه اون تفنگ است که آدم فضایی ها تو جی تی ای میفروشن، دیدی سبز رو، اون لیزریه اینجوری، ولی این یه چوره دیگه است. بذار ببینم قدرت تخریبش چقدره. بزن. اینو نگاه، حاجی سوراخ کرد. گل پاشید روم. همه زندگیمونو گلی کرد ولی خیلی قدرتش زیاده. چقدر خفنه، خیلی خوبه حاجی. بذار من بذارم روی سویچ مودش. وقتی ماشه رو نگهداری قدرت بیشتری رو جمع میکنه، یهو پرتاب میکنه. نگاه دیدی؟ نگه داشتم. نگاه کن. 3 2 بزن. خیلی باحاله. ببین قشنگ قلعه شنی میتونه نابود کنه. جیش کرد آخرش جیش میکنه. این خشابش تمام میشه دوباره باید پرش کنی. خیلی باحاله. من احساس میکنم در آینده آتش نشانا باید یه دونه از اینا همراهشون داشته باشن. دوباره قشنگ ببین سوراخ کرد. حاجی چقدر خفنه، خیلی قدرتش بیشتره. بریم ببینیم با لاستیکمون چیکار میکنه. ببین اون لاستیک نیمه سوخته و لاجون که اصلا در شأن این نیست. اینو ببین. اینو میخوام با این خاموش کنم. یکم از این تینرمون میریزیم تو لاستیک. البته نگران نباشید، بعد از اینکه کارمون تموم شد کل ساحل رو با این شنای کثیفش جمع میکنم. الان نه به من فوش بدی. اینو میذارم اینجا. برو بریم. ببین این آتیشه، حرارتش تا اینجا داره میاد. ببین تقابل این دوتا مثل باز فایت لرنینگ با یه پلیر لول مکس. آره اون آتیش لول 10. اینم اصلا همه که آپگریدش کردم. حاجی من میگم خاموش نمیکنه اونو. ببین راهی نداری. حاجی چقدر دود داره میده. زودتر بریم الان مردم خفه میشن. حاجی بوداش. وای حاجی با اینکه داره با قدرت میزنه باز خاموش نمیشه. خیلی آتیشش خفنه. وای غلط کردم. آبم تموم شد. یه بار دیگه بدو. سری باش. بدو جان مادرت. بدو دیگه. خب برو خاموش شو. وای آره نه نمیشه. خاموشش کن. وای تموم شد. میلاد من دارم میام کمکت. بیا خاموش شو. وای تو ادامه بده. خاموش شو. بجام داره خاموش میشه. کمک پشتیبانی. الان میام. بدو بجام. دیگه آخرشه. آره موفق شدیم. ببین این زورش کم نیست، یعنی راحت خاموشش میکرد. خب مخزنش کوچیکه. آفرین. وگرنه الان ببین الان میخوام بزنم شکمتون. نگاه این چقدر درد. تو یه دونه بزن تو پام. عادی. آره خیلی درد داره. وایسا ببین. آی بس ببین زورش زیاده ولی آبش کمه. میگه چی میگم؟ یعنی اون مسلسله خیلی منظم با فشار آب کمتر ولی مداوم میتونست اینو خاموش کنه، ولی این زود مخزنش تموم میشد. یعنی اگر 2-3 تا داشتیم خوب بود، ولی یه دونه تفنگ برای 2 تا لاستیک خدایی کم بود. و اما میرسیم به مسابقه. هر کدوم از ما یه روپوش سفید پوشیدیم و قراره با آب رنگی به هم شلیک کنیم. در آخر هر کسی که لباسش کثیف‌تر باشه میبازه و هر کسی که لباسش تمیزتر باشه برنده است. ببین میخوام انتقام ویدیوی پینتبال رو ازت بگیرم. تو که هیچی. تو این لباس اینا رو خودم درست کردم بچه‌ها. این یه حالت حوله داره که خودم براشون یقه درست کردم، آستین درست کردم و این شد چیزی که میبینید الان تن ماهان. یه ذره طول کشید تا یاد بگیرم باید چجوری یقه در بیارم. میدونی؟ یکجانا
آجی خودتون رو بذارید جای کسایی که الان کنار ما تو جنگلن. یه عده آدم اینجوری تو جنگل. آمریکن سایکو. این بنده خدا موهاش هم بلنده. ترسناک‌ترین چیزی که تو جنگل میتونی ببینی. و در آخر اینم از نتایج مسابقه. توی کامنت ها بنویسید به نظر شما کی مسابقه رو برد.